سلام، خسته نباشید. از ایران زنگ میزنم. میخواستم به آقای انصاری برادر گل بگم که تو برای ما مسلمانان یک ستون دینی. میخواستم همینو براش بگم. خدا حافظ. با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ما موحدین که از این مذهب باطل و خرافاتی جدا شده و به وادی توحید و یکتاپرستی قدم گذاشته‌ایم، از شما مردم ایران به خصوص افرادی که اعتقاد به این مذهب شرک‌آلود دارند سوال می‌کنیم. 1. شما چه در گذشته و چه حال در مدارس و در منابر و مساجد اعتقاد دارید که اصول دین 5 تاست: توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد روز قیامت. در هر دین و آیینی برای تعیین حق و باطل معیار و ترازوی وجود دارد که در دین اسلام ترازو و معیار قرآن کریم است و هر کس هر سخنی بگوید در ترازوی قرآن میگذاریم و میسنجیم. در موضوع اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد آیات صریح و روشنی بیان شده و به شبهات آن هم پاسخ داده شده. حالا شما بفرمایید که امامت که اصلی از اصول دین قلمداد کرده اید، آیا آیات صریح و واضحی در قرآن وجود دارد یا خیر؟ اگر بخواهید استناد کنید به سوره مائده آیه 55، به شما عرض میکنم از آیه 51 تا 56 سوره مائده را بخوانید تا متوجه شوید که با آیه 55 سوره مائده نمیتوانید امامت الهی حضرت علی رضی الله عنه را ثابت کنید. همینطور از آیه مباهله. بنابراین هیچ دلیل قرآنی ندارید. خطاب من با آقای محمد از یزد، احمد از اصفهان، آقای حسین روشن از اصفهان و سایر کسانی که کاسه گرمتر از آش شدند خود را به در و دیوار میزنند که از این مذهب دفاع کنند. 2. در مورد ولادت امام زمان 31 روایت در مورد ولادت صاحب الزمان در اصول کافی و بهارالانوار وجود دارد که 5 تای آن صحیح اعلام شده که آن هم هیچ کدام دلالت بر تولد چنین شخصی نیست. در ضمن آقای قزوینی در یکی از برنامه‌های شبکه ولایت فرمودند که ابو طالب عموی پیامبر اسلام و پدر حضرت علی رضی الله عنه وصی انبیای قبل بوده. اگر چنین است میبایستی موحد باشد، در صورتی که همه میدانند بر اساس اسناد تاریخی و روایت‌های صحیح با همه حمایت‌هایی که او از پیامبر اسلام کردند تا آخرین لحظه زندگی مسلمان نشدند و با دین بت‌پرستی اعراب جاهلیت از دنیا رفتند. با این که پیامبر اسلام بسیار سعی و تلاش نمودند، ایشان زیر بار نرفتند. موضوع دیگر، ایرانی‌ها اصولاً دچار بحران هویت شده و سردرگم هستند. هر ملتی نام دشمن خود را که به کشورش حمله ور شده روی فرزندان خود نمیگذارد، ولی ایرانی‌ها چنین نکردند. مثلا اسکندر مقدونی که تخت جمشید را آتش زد و غربی‌ها به او افتخار می‌کنند و او را فاتح آسیا می‌دانند، نام فرزندان خود را الکس یا الکساندر کبیر می‌گذارند. و ایرانیان نام همین دشمن ایران را روی فرزندان خود گذاشتند و به نام اسکندر. و دیگری چنگیز مغول که خیلی از ایرانی‌ها نامشان را چنگیز و همینطور تیمور لنگ گذاشتند. همیشه در حال افراط و تفریط هستند. الان هم گاهی خود را فرزندان کوروش می‌دانند، از زردشت صحبت می‌کنند یا بدون اطلاع از دین خود مسیحی می‌شوند و یا اینکه مقلد کورکورانه یا آخوندهای مشرک می‌گردند. دلیل آن هم بسیار واضح است، چون قرآن این کتاب هدایت را کنار گذاشته و دنبال خرافات و اوهام رفتند. خداوند این ملت سردرگم را هدایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.